خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. آفتاب و ماه به حسابند و ستاره و درخت به او سجده می کنند. و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است. در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه به وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده. و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟